امروز میخوایم این ممول رو تبدیل به مجسمه ممول کنیم. اول طرحش رو روی برگه میکشم. این طرح رو براتون تو کانال تلگرامم میذارم. پاهاشو با رنگ بدن میام یه حالت لوله‌ای استوانه‌ای درست میکنم. به سایزی که روی عکس هست برش میزنم. برای کفشاشم 2 تا به همین صورت که میبینید آماده کردم. قسمتی که قراره اون پاها توش بچسبه رو کمی گود میکنم. با هر وسیله میتونید این کار رو انجام بدید. چسب چوب بزنید و بچسبونید. لبه کفش رو مجزا درست میکنم. یه نوار باریک درست میکنم. چسب چوب میزنم و دور تا دور این قسمت چسبیده به قسمت اصلی کفش میچسبونمش. بعد با ابزار و کمی آب میتونید این قسمت‌های خمیر رو کاملا با هم دیگه یکی کنید و تمیزکاریشو انجام بدید. برای اون قسمت توری که مشخص هست از زیر دامن، یعنی قسمت بالای شلوارکش، ما میایم از این ترفند استفاده میکنیم. یه دایره درست کردم با خمیر سفید و بعد دور تا دورش رو حالت دالبری در میارم. روی این قسمت ها میچسبونم و لبه های کار رو به سمت پایین میدم. برای دامنش با رنگ نارنجی روشن بیاید یه اشکی درست کنید. بعد لبه های کار رو باید کاملا صاف کنیم، چون نمیخوایم حالت اشکی داشته باشه، میخوایم حالت دامن رو برای اون اجرا کنیم. پس با دست لبه ها رو صاف میکنیم. جای انگشتامونم بعدش با زیرپای مبلی کاملا صاف میکنیم و یه خوردم قسمت بالا رو پهن‌تر میکنم. روی کار، روی نقاشیم سایزش رو اندازه گیری میکنم. یه تیکه سیم بالای هر کدوم از پاها میزنم و به دامنی که درست کرده بودم وصلش میکنم. برای لبه پایین پیرهنش با خمیر زرد یه نوار درست میکنم و دور تا دور لب به لب میچسبونم. حالا یه ناهماهنگی روی این قسمت داره. میام با سنبه دور تا دورش رو به طور نامنظم گودی‌هایی ایجاد میکنم. برای انگشتای دستش یه اشک کوچولو درست میکنم. کمی صافش میکنم. قسمت شست رو از بقیه انگشتا جدا میکنم و اینجا 3 تا خط میندازم تا به این شکل حالت بگیره. میتونید یه خورده کف دست رو با ابزار اینجوری گود کنید و یکم حالت فرو رفته بهش بدید. برای آستینام که خیلی راحتی اشک کشیده درست کردم، با ابزار 11 این قسمت رو گود میکنم که بعداً انگشتا رو بچسبونم. یه دایره با رنگ زرد درست کنید و نصفش کنید و دور تا دور آستین رو اینجوری طرح میدیم، یعنی هر کدومش 2 تا نیم دایره دور تا دورش رو بپوشونه. و حالا چسب میزنم، طرفین پیرهنش میچسبونم و بعدم انگشتا رو. برای یقه لباس یه ترفند دیگه داریم. یه دایره درست کردم. اینجا یه دونه مثلثی در میارم. لبه های تیزش رو با انگشتای دستم از بین میبرم و قسمت بالای پیرهنش میچسبونم. با عکسی که کشیده بودم خمیر برمیدارم. برای قسمت سر داخلش رو فویل مچاله میذارم و بعد با فشار دستم اینجوری گرد و کمی مسطح میکنم. قسمت وسطش رو با یکی از انگشتا کمی فرو رفته و لبه های اونو صاف میکنم. برای قسمت بینی لازمه که یک کوچولو از خمیر رو به این صورت فرم بدید. میتونید از ابزار و انگشتا استفاده کنید. با انگشت جای چشما رو کمی فشار بدید تا فرو رفتگی اون ایجاد بشه. و بعد برای گوشا 2 تا خمیر کوچولو بردارید، شبیه بیضی درست کنید و توی این قسمت ها داخلش رو هم با سنبه گود کنید. چشما رو میتونید قبل از اینکه بخواید بکشید با یه مداد روی خمیرتون انجامش بدید که مطمئن بشید از سایز و حالا جای اون و بعد شروع کنید به کار کردن. داخل چشم رو من میخوام با اکریلیک سفید کامل رنگ کنم. از یک گوشباکن استفاده کردم یا قلمو، میتونید این کار رو انجام بدید. کامل اینو اول سفید میکنیم و بعد میرم سراغ طراحیش. بچه قسمت هایی که من دارم با ماژیک CD یا ماژیک ضد آب میکشم، بهتره که با قلموهای ظریف و رنگ اکریلیک انجامش بدید، ولی به خاطر اینکه سرعت عملم با ماژیک بیشتر بود من با ماژیک انجامش دادم. یه طراحی ظریفی هم داخل چشماش هست که من با یه سری نازک ماژیکم میام و این داخل رو میکشم. 3 قسمت سفیدی داره که تمام این طرح رو باید طبق مدلی که دارید اجرا کنید. من اول ویدیو گفتم طرح رو براتون توی کانال تلگرام که حالا آدرسش رو توی دیسکریپشن هم براتون مینویسم میذارم، میتونید از اونجا دانلود کنید یا توی اینترنت.
این قسمت ها رو هم باز بهتره که از رنگ‌های اکریلیک استفاده کنید. یه قسمت رو با آبی روشن‌تر رنگ می‌کنیم، قسمت پایین رو آبی پررنگ‌ترش می‌کنیم. حتی می‌تونید یه مقدار مشکی هم باهاش مخلوط کنید. سر رو به بدنه وصل می‌کنیم و میریم سراغ موها. برای موها از رنگ بنفش استفاده میکنم. سعی کنید تارهای مویی که میخواید درست کنید نازک نباشه. به این صورت اشکای دو سر کشیده درست کنید، یه سمتش رو یه خورده لوله کنید و بعد شروع کنید به چسبوندن. به جهت موها وقتی دارید قرار میدید و میچسبونید دقت داشته باشید که هر کدوم باید به چه طرفی باشه. با موهایی که آماده کرده بودم پشت سر رو کامل اول میام پر میکنم. ببین حدود 5-6 تا رشته موی زخیم که درست کنید این کامل پر میشه. قسمت های اضافیشو اینجا صاف میکنم که خیلی بالا نگیره. 2 تا از این رشته موها دوباره یه خورده ظریفتر و نازکترش رو برای جلوی گوشاش آماده میکنم. بازم به جهت موها دقت داشته باشید. برای قسمت بالای پیشونی به این صورت که میبینید خمیر حالت دادم. بعد میام با ابزار چاقویی یا ابزارهای دیگه یه سری خطوط ناهماهنگ میندازم. بعضیش باید کوچیک‌تر و ظریف‌تر باشه، بعضیش عمقی‌تر باشه. ممکنه موقع چسبوندنش تو قسمت پیشونی یه مقدار به هم بخوره، این اتفاق بیفته که اون وقت میتونید با ابزار چاقویی مجددا خطهای اون رو اجرا کنید. یه جایی باید شکاف بدید حتی قسمت موها رو و این موها باید یه حجم مناسبی داشته باشه، اصلا نازکش نکنید. قسمت سفیدی داخل چشما رو برای اینکه بیشتر مشخص شه دوباره با اکریلیک زدم و در نهایت میام سایه کاری های روی گونه ها و دستا و هر جا که لازمه رو انجام میدم. برای کلاهش با خمیر قرمز یه اشک کشیده درست کردم. قسمت پایین رو با دست بین 2 تا انگشتاتون لبه ها رو فشار بدید، کامل نازک کنید و وسطش رو کمی گود کنید. بعد چسب بزنید و روی سر عروسک بچسبونید. بچه‌ها حتما اجازه بدید چند ساعتی از زمان ساخت سر و موها بگذره که این کار رو راحت تر بتونید انجام بدید، چون ممکنه در حین فشار آوردن موها حالتشون رو از دست بدن. انتهای کلاه رو هم کمی با دست فشار میدم و این حالت پیچ رو بهش میدم. برای دور تا دور کلاه هم یه نوار سفید رنگ درست میکنم، کمی مسطحش میکنم و دور تا دور به لبه کلاه میچسبونم.